السلام عليكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا. أتقدم لكم تحية وطيبة. نحبكم كثيرا كما تعرفون، نحن مخلصون وأنتم بمعرفتون. أوصيكم بالفوربارد هذا الراديو بيك. أنتما أنتمنا. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا وسلام عليك. در هفته‌ای که گذشت خبرهای زیادی بود، اما مهمتر از همه روز 14 مرداد بود که به عنوان روز جهانی مارمولک شناخته شد. جا داره که این روز عزیز رو به مارمولک‌های کشورمون تبریک بگیم. آقا، خانم، الله اکبر، چرا شما فکر میکنید که منظور من آخونده هستن؟ یعنی چه که آقا خواهش میکنم، برای ما دردسر درست میان میبندن رادیو پیک جان شبیهن. خب حالا ما تبریک گفتیم دیگه، هرچه بادا باد. مارمولک تو آفتاب خود را زده بود به خواب. هر پشه ای می جنبید با زبانش می غاپید. گفتم تو با این لاغری چه دله‌ای چه پرخور. گفتا میخوام بشم روزی مثل جدم دایناسور. اما یه سریا هستن که مدتیه تو نظام سایلنتن ها، یعنی خبری ازشون نیست. مثلا من نفهمیدم که این رئیسی چی شد، کلی دادار و دودور و جان؟ بله، و همین الان اطلاع دادن که ایشون به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اومدن. یعنی اگه از صندوق بیرون نیای میری اونجا. خب باشه. خب حالا این چی؟ این یه فقره زیر سیبیلی ابقا شد. ولی اون سردار خالیباف اختلاسگر زمینخوار کجا رفت؟ اون جانم اینم جزء تشخیص مصلحت نظام شده؟ ای بابا. خب باشه، عیب نداره. ولی دیگه احمدی نژاد که کاملا رد صلاحیت شده بوده دیگه، بعید میدونم که جان ایشون هم تو تشخیص مصلحت نظام ابقا شد. بابا مگه اینجا کارگزینیه؟ اصلا شده آشغالدونی نظام. دیگر نگران بازیافت زباله‌های خود و جنس‌های به درد نخور و بنجل خود نباشید. جدیدترین شیوه بازیافت زباله‌ها مشکل و نگرانی شما را حل می‌کند. مجمع تشخیص زباله نظام. اگر در انتخابات رأی نیاوردید، اگر کاندیدای مادام العمر بودید، اگر طی 8 سال مملکت را نابود کردید، می توانید مصلحت نظام را تشخیص دهید و در مجمع تشخیص زباله نظام دوباره صاحب قدرت شوید. رئیسی، قالیباف، احمدی نژاد در مجمع تشخیص مفسده نظام. فقط جای تتلو خالیه ها. نگران سن خود نباشید. از امینی 92 ساله، جنتی 91 ساله، موحدی کرمانی 86 ساله، صانعی 83 ساله تا شاهرودی عراقی 70 ساله در مجمع تشخیص زباله نظام بازیافت می‌شوند. هر چیز که خار آید روزی به کار آید. مجمع تشخیص زباله نظام، مجمع تشخیص مفسده نظام، نیمکت ذخیره نظام، سمساری مسئولین نظام. در هفته گذشته شیخ حسن روحانی هرچی دزد و قاتل و اختلاسچی بود جمع کرد، تحت عنوان کابینه دولت تدبیر و امید برد گذاشت وسط مجلس. بذارین یادآوری نکنم اون شعارهای خوشرنگ و لعاب انتخاباتی شیخ فری رو. اما همونطور که مشاهده میکنید هر چقدر که داریم جلوتر میریم، جایگاه بانوان عزیز ایرانی در عرصه سیاست داره بیشتر هپلی هپو و نشد میشه. شیخ حسن که گفت خواستم 3 وزیر زن انتخاب کنم اما نشد. بعد وزیر کشورش گفت خواستم استاندار زن انتخاب کنم، اونم نشد. حالا استاندار تهران هم گفته خواستم فرماندار زن انتخاب کنم، اونم نشد. این استادیوم میتونن برن؟ اونم نمیشه. از خونه هاشون بیرون بیان و وارد جامعه بشن؟ اونم نمیشه. نه باشه دیگه، اب نداره. عوضش امنیت که داریم، که امنیت داریم. دل از عشقش دگر کندم، رفتم بار سفر بندم، ولی دیدم بازم مثل همیشه. نمیشه
راضی نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه. اصلا خراب شدم، از هم پاچیدم، رو به انحلال رفتم از وقتی که فهمیدم وزارت بهداشت یه سری کارمند آخوند استخدام رسمی داره که تو هر بیمارستانی یه اتاق بهشون دادن به عنوان آخوند بیمارستان. من دیگه اون آدم سابق نیستم. آخوند بیمارستان آخه؟ یه آخوند بین مریضا و دکترا تو بیمارستان چیکار میتونه بکنه آخه؟ لابد 4-5 میلیون هم داره حقوق میگیره دیگه ها؟ حجت الاسلام مداواچی به بخش ارتوپدی. حجت الاسلام مداواچی به بخش ارتوپدی. خدا بد نده جوون، چی شده؟ حاج آقا لگنم از 3 جا شکسته. ای بابا، لابد خیلی هم درد داری. ببین فرزندم، شما اول پا میشی میری مرقد امام، بعد حاج آقا من که نمیتونم از جام پاشم. راست میگی ها، عیب نداره، شما دست کن تو جیبت یه 10,000 تومانی به من بده، من به جات میرم. 10,000 تومن؟ باشه حاج آقا بفرما، اینم 10,000 تومان. خب بعدش روزی 100 بار این ذکر رو میگی: یا مقام العظمای ناقص به حق لگن الخاسره، یا مقام العظمای ناقص به حق لگن الخاسره. بگو جوون بگو: یا لگن العظمای ناقص به حق مقام الخاسره، یا خاسرت العظما به حق لگن ناقص. حجت الاسلام مداواچی به بخش مشکلات گوارشی. حجت الاسلام مداواچی به بخش مشکلات گوارشی. دکتر یکم درد دارم، لابد کمر درد دارم، قلبم که با مکس میزنه یه وقتا برعکس میزنه، بدجوری افسرده شدم، داغون و دل سرده شدم، بگو دوای من چیه، نسخه حالم چیه؟ عبدالصمد خرم‌آبادی. شغلش چیه؟ معاون قضایی دادستان کشور. کدوم نهاد؟ قوه قضاییه. خب چی گفته؟ اینجاست. گفته که عضویت در توییتر جرمه. توییتر در اجرای دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست. بله، پس از نگاه عدالتخونه آخوندی عضویت در توییتر یک جرم مشهوده. باشه دیگه، یعنی الان منی که اینجا نشستم دارم براتون رادیو اجرا میکنم و اتفاقا حساب توییترم دارم، پس یک مجرمم. باشه دیگه. حالا معنی چی؟ این عباس آقا قصاب محلمون هم جدیدن حساب توییتر وا کرده و گوشت و مرغ و جیگر و اینا رو ریتوییت میکنه، اونم مجرمه یعنی؟ خب باشه. یه سغرا خانم هم سر کوچه‌مون میشینه ریز اتفاقات محله رو توییت میکنه، اونم مجرمه؟ باشه. خبر دارین که حداد عادل و محسن رضایی هم تو توییتر هستن. خود رئیس جمهور و وزراش هم بلا استثناء روز و شب موبایل به دست کف تایملاین توییترن ها، اونا هم مجرم. باشه دیگه. ای بابا، اینم که اکانت مقام عظمای رهبریتون تو توییتره، چقدر فعاله. رهبرتون هم مجرمه؟ خب باشه. پس با این حساب یه مش مجرم تو این مملکت دور هم داریم توییت میکنیم و راست تو خیابونا میچرخیم و حکومت میکنیم. راستی آقای خرم‌آبادی، این خبرگزاری میزان که مال ارگان خودتونه هم حساب توییتر فعالی داره ها. خودت هم بیا توییتر کلی منشن میگیری، جات بین مجرمین خالی. آقا بیا همین جملاتتو توییت کن، کلی ریتوییت میشی. بیا برادر، بیا در آغوش تایملاین. میگم بگو، میگم با اینکه جرمه، میگی مجوز باید بشه پیش تو تهیه، از دید تو دید من غلط، دید تو صحیحه، از دید تو که نام پارسی هیچ پسندیده نیست، از دید من ماندانا، از دید تو زکیه. صدا تو بکش پایین، مگه شریعت نداری؟ چرا دروغ نمیگم مثل شریعت مداری؟ جدیدن مد شده که نهادها و ارگانهای نظامی و امنیتی اسمای ژیگول پیگولی برای شرکت‌های تحت امرشون انتخاب میکنن که الکی مثلا ما سپاه و حکومت نیستیم، ما فرق داریم، ما اینترنشنالیم، ما دزد و کلاهبردار نیستیم، اتفاقا خیلی هم مدرن و شیکیم. مثلا همین شرکت داروسازی بیوسان فارمد، ببین چه اسم خفن خارجکی داره. هر کی ندونه فکر میکنه الان یه عده دانشمند حاذق از ژاپن و سوئیس پا شدن اومدن تو بولوار شیخ بهایی تهران دارن داروهای با کیفیت خارجکی تولید میکنن. اما بعدش که پیشو میگیری میبینی یه مش بسیجی وابسته به ستاد فرمان 8 ماده‌ای امام گور به گور شده دور هم جمع شدن، آتش‌خالای شیمیایی رو بازیافت و قاطی میکنن، به اسم دارو میکنن تو حلق مردم. خب اگه بگن داروسازی فرمان امام که دیگه ازش کسی دارو نمیخره که، واسه همین مجبورن بگن بیوسان فارمت
یا مثال دیگه این شرکتی که داره اطلس پلازا رو تو عباس آباد میسازه. یه اسم اطلس پلازا که نگاه میکنی حس میکنی یه سری معمار متخصص از کانادا و استرالیا اومدن دارن با استانداردهای جهانی برج سازی میکنن. ولی پیش رو که میرسی به یه مش پاسدار توالت ساز که با سرمایه بانک انصار مشغول ساختن سوراخ موش‌های بی‌کیفیت بلند مرتبه هستن. البته چون میدونن اگه بگن این برج‌ها رو سپاه و انصار دارن میسازن کسی مفتم نمیخره، واسه همین اسم ژیگولی اطلس پلازا رو براش انتخاب کردن. روش خوبیه ها. همین روش رو به بقیه ارگان‌های منفور نظام هم پیشنهاد بدیم. مثلا قوه قضاییه میتونه اسم خودش رو عوض کنه به لاریجانی فایننس ها، یا به جای شورای نگهبان رهبری میتونن بگن لیدر سکیوریتی ویت نو دد جنتی ها. سپاه هم میتونه اسمش رو عوض کنه بذاره نایس کیلرز. بیت مقام عظما هم میتونه از این اسمای ژیگول بیکولی بذاره، مثلا بذاره بیوتیفول دیکتاتور. منم از این به بعد رادیو پیک اجرا نمیکنم. از برنامه بعدی رادیو پیک ها. از این اسمای ژیگولی شاید خوشتون بیاد یه 2 بار بیشتر ما رو به اشتراک بذارین ها. آخوندشناسان اعلام کردند که آخوندهای ایران هر چی بوده رو بالا کشیدن و خوردن و دیگه آذوقه‌ای روی زمین‌های ایران باقی نمونده، فلزا دارن کم کم میرن توی دریاها. آره تو دریا. نخندین آقا، دارم جدی میگم، شوخی. چرا میخندین؟ باور نمیکنین؟ خب پس گوش بدین. خبر اومده که آخوندها اولین مسجد روی آب رو در سواحل کیش کلنگ زدن. و بدین ترتیب از این پس شاهد ظهور پدیده جدید با عنوان آخوند ماهی خواهیم بود که زیستگاهش سواحل جنوب ایرانه، منبع درآمدش هم همین منبریه که جدیداً روی دریا ساخته. حالا اجازه بفرمایید سال دیگه این مسجد روی دریا افتتاح بشه تا بعدش ببینیم چه نقشه‌ای برای سواحل جنوب کشور کشیدن. احتمالاً بابت هر دور شنا یه خمس و زکات زوری چیزی باید تقدیم منبر مبارک بکنیم. یه چند تا دلفین هم بانک تأسیس میکنن و دست در دست آخوندها اموال مردم رو میخورن و یه آب دریا هم روش. کوسه ها مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تشکیل میدن و ارمایی ها هم میرن تو شورای نگهبان دریای ولایت مدار. خوشبندش هم انتخابات نمایشی در دریا و جلبک و مجانی میکنیم و خزاهای دریایی رو مجانی میکنیم و دلخوش به این مقدار نباشید و خرچنگم مجانی میکنیم. خدا به خیر بگذرونه. از دار دنیا همین یه خلیج فارس رو بدون حضور آخونده داشتیم که اونم به یمن حضور آخوند ماهی ها از دستمون در رفت. میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگه. آخ میدونم از سبز زار آشیالی زار هنوز قشنگه. عاشقی جنگل و بوی ساحلم هوس یارو دیا کرده دلم. از آقای وزیر کشور دولت شیخ فری پرسیدن که این برادرزن شما دقیقاً اطراف انتخابات چیکار میکرد؟ داستان چی بود؟ گفتین دولت فک و فامیلی نیست که، پس این چی بود؟ این کی بود؟ گفته که رشته برادرزنم برق و الکترونیک بود، یه نفر مطمئن جهت نظارت بر انتخابات الکترونیکی می‌خواستیم، ازش خواهش کردم که سیستم رو کنترل کنه و ایشون هم اومد. بله چه فک و فامیلای خوبی دارن، هیچکی هم نه نمیگه. دستون درد نکنه، واقعا منت گذاشتین سر ما. برادرزن جان یه چند تا خواهش کوچولوی دیگه هم داشتیم. تو که رشته برق و الکترونیک خوندی، این سیمپیچای بیت مقام عظما بعد تحریما خیلی به هم ریخته، درست کار نمیکنه، زحمتش با شما، قربان شما. برادرزن جان تو که اینقدر برق و الکترونیکت خوبه، یه نگاهی هم به کلید پریزای حکومت بنداز. لامصب مدتی قاطی کرده، کلید آزادی بیانو میزنیم روزنامه نگار میگیرن، تو پریز برابری جنسیتی میزنیم بیت آیات اعزام اتصالی میکنه، دکمه مبارزه با مفاسد رو فشار میدیم فاز و نول آقازاده ها به هم میخوره. خلاصه هیچی درست کار نمیکنه. برادرزن جان دستبوس شماست. برادر فازمتر رو بردار بیاد. داماد دردونتون رحمانی فضلی، وزیر کشور، بوس بوس. ایران مرا پاره و ویران تو کردی، با نام خدا غارت از این قوم تو کردی. در بند تو شد ملت بیچاره ایران، زندان این پر شد از انبوه جوانان، زندان این پر شد از انبوه جوانان.
این ترانه‌ای که میشنوید کار دوستمون آرمان هست که برای برنامه ما فرستادن. ازشون تشکر میکنیم و امیدواریم که هر کجا هستن موفق و پیروز باشن. زیر شکنجه تن و جان را به خدا داد، یا سینه به اهری من و جلاد زمان داد. نفرین به زبانی که ز آزادی نگوید، این لکه بیگانه ز ایرانی نشوید، این لکه بیگانه ز ایرانی نشوید. در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپشت‌ها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند تا یکدیگر را حفظ کنند. وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می شدند، ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتند از هم دور شوند، اما دور شدن همانا و از سرما یخ زدن همان. خارپشت‌ها مجبور بودند که بین تحمل خارهای دوستان و انقراض نسلشان یکی را برگزینند. آنها دریافتند که بازگردند و گرد هم آیند و آموختند با زخم‌های کوچکی که همزیستی نزدیک به وجود می‌آورد زندگی کنند، چون گرمای وجود دیگری مهمتر است. و این چنین توانستند زنده بمانند. وقتی تنهاییم دنبال دوست می‌گردیم، پیدایش که کردیم دنبال عیب‌هایش می‌گردیم، وقتی که از دستش دادیم در تنهایی دنبال خاطراتش می‌گردیم. امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیباترین جامه هایم را بپوشم من. با شوق بی‌حد باغچه‌هامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم. بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی. بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.